تو سه که تو اشته کابلای که 5 روز کار نمیکنی همون روز استودیو تو شد. بله ماما جان خوبیم بخیر سلامتین. شکر زنده باشین سلامت باشین خانواده خوبه شما خوبین. شکر زنده باشین. آه خب گپ شما درسته ماما جان. حالا ما که مکتب برم امتحان دارم چه کار میشه؟ خب شما خوب زحمت نکنی. ما که مکتب میرم نه که میآوردم بیبی خور به دست گلک ری میکنم خاطر ما امتحان دارم به دست گلک ری میکنم اون میاره. صحیح ماما جون ببخشین دیگه خاطر ما وقت امتحانایه. خوب در جمع شد دست گلک ری میکنم بیبی خور. خوب نه هسته سکل هسته. خوب خداحافظ شما. خداحافظ سلام بگید. گیلگه من که از غصه به جان آمدم باز مپرس. من که از غصه به جان آمدم باز مپرس. از پا یک ناله کنم آمدم باز مپرس. از پا یک ناله کنم آمدم باز مپرس. از غمی تو به فغان آمدم باز مپرس. از غمی تو به فغان آمدم باز مپرس. من که از غصه به جان آمدم باز مپرس. من که از غصه به جان آمدم باز مپرس. از پا یک ناله کنم آمدم باز مپرس. من که از غصه به جان آمدم باز مپرس. دنیا او تو از دنیا آگاه نمیشی. دنیا گفتی چکاره؟ دنیا او تو آگاه نمیشی. دستا خونندی دنیا را عقل کمال برداره نصیب تو نمیشه. چرا؟ ما آدمی که میخونم بالا که خوندم این بیا میده مثل مرغی ولی دست رو کش میکنی که ندیدم بیا فیتور. ما آدمی که بازو خونه یک ساعت جیغ میکشم گیلک صدا من نمیشنوی. من یک قدقی رو تو کمبول بزنم. نه دامار نمازی دول نگر بده نمان چه شوخی نکن. خبر دکان رو مغزو خوشاده پولار خویاد گرفتم. ترجیبی همین میگه عقل نداره. خب ما زنگ زده که بیبی رو بردار بیار چند شب اینجا باشه. خب ما گفتم ما به مکتب من امتحان دارم. گفتم خواه دست گیلک نمیکنم. سکلک آورد بیبی مقبول سو سکل بشونه اگه تا آهسته میری درس رو ما معطل کنی. تو کو گردن مبند که به سکل برو. چرا؟ تو تال سکل خر و دست من نمیدادی. حالا با اشته شد که بیبی بینی دست من که به سکل بیبی نمیشه چیز دیگه برو فروغم چیزی ببری. به سکل اگه نمیشه میبری پس میایی. سکل سکل آورد عباس ایت نه شما برم شاک سکل بردارم بیایی مثل دیگر از آسمه بشتری که قدم اول مشکل که میتونی میزنی برو دیگه تو چی میگم خب؟ هستی؟ برو خب یک CDP 25 پی هم بده که میشه گاسکت بسوزونه داره تو از گاسکت نه تیل تو از تیل جمع برو وای چیه؟ برو هیچی برو دورخستان هم عهد بلد نی برو بیبی کجایی بیبی که آمد
جیغ نکش برو با بالی بوم بیبی. بالی بوم چی کار میکنی بیبی؟ برو با بالی بوم هم آلوان پاک میکنه. الو؟ بابا جان به بیبی میگفتی الوار پاک نکن که بیبی اونا الوار خود شده میخوره همه برو دای به من میمونه. اونو پاک میکنه که مرابط یاد کنه برو. گیلک بچه می بیا گیلک ننه گیلک ای گیلک ننه گیلک تاشیم بیبی تاشیم نه بیبی در رنگ که چی الو بابا در سلام کو بسته کی وقت داره مالو گیلک بیامدی خب ماما چیز بیبی سلام چی؟ بیبی آخ بیبی که دست تو دارم که بیاری بابا بیبی به سکیل سوار کردم بیامدم حالا اینجا بس کردم ها بیبی به شکل سوار کردی بیبی نیاله به سلام با خدا با پشت سر من به سکیل سوار بوده اشته بیبی پشت سر سوار کود گاله بیبی کجا کردی؟ ها مثل که بافتاده اشته افتاده اکدو آمدی اکدو رو عظمی رو بافتاده باشویدی آلی بیبی به سلام نه بیبی چی کردی؟ چی؟ بیبی کجا کردی؟ بس دوم به سکیل برو آخ ما با عباس زنگ زدو که بیبی بیاره خب بگو تاک سکیل خود بده دستم بگو تاک برو بیبی برو به سلام آمد انا حالا بیامدن همین جگه بس هرچی میگم بیبی تاشی میبینم بیبی کاب نمیزنه اما ما چی خواهد بس حرف کنم؟ بیبی کجا کردی؟ بیبی کجا انداختی؟ بافتاده میگی قلبم جنبارم نگرفتی بابا ماچوم لا حول ولا لعنت بخور شیخ تو به سکینه ببر به سراغ گم نشه مال سکینه ببر کجا انداختی بیبی؟ بابا سکینه ببر مال سکینه بیبی رو کجا کردی؟ من چون تو میتونم سکو به سر بیبی چاده نمیدم پیران سرخی ببر پیران سرخیو الان چی خواهی هم بزرگ خدا بدونه بیبی به کجا مفروض کردیده بابا خوب
ایت نرفته باشه بیبی. اشته کنم چه خواهی شما دارم کنم را بیبی کنم کجا پیدا کنم. بله برم ماما. سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید. زنده باشه برادر. خیلیته. ها بیبی من که مدار منه. همه بدتر که سکیل من بیدن. انا ببین کمی تعظیم کوچه و محله خو می آمدم همین تعظیمی محله شما تیر شدم. من گفتم اگه بافتاده باشه بیامده به صدا شما. کوکو جوابی دیونی. چرا؟ بیبی تو به تا محله افتاده بیامده به سر ما. خب من گفتم شاید بیامده باشه شما. نه آمده به صدا شما. نه به سر ما نامده. سعی سعی کنم بلاره من. برو کوکو با. برو. چرا؟ تو هیچ خواستی. ما به تو میگم نامده تو خود خبری بندازی به سر ما. خب پا بیامده که تو نمیگذاری سعی کنم. تو محرمی به سر ما که بیایی. من تو چکار؟ دم بیگونی. محرم با چیه؟ محرم بایی تو کوکو وقتی شم زد تو کم داری. تو وقتی برو به دواخونه به خود گلی عقل کمال بخواه برو. برای جو بیبی من بیامده به صدا شما آمده چی ببرم من؟ بیبی من تر کسی گیر بافتاده بیامده به صدا شما. من بیبی تو رو میشناسم. نه. بیبی تو من تو میشناسم. اگه میشناسی بگم که سعی کنم برو کنم. برسی. بیبی. برو کاکا برو بیبی. تو محرمی بیایی به سر ما. برو خود تیت کن. تو به سر پیار خود داری نماده. به سر پیار تو دارم نماده برو. سکو تو اگه میشه که دیدی پیران سرخی کربنازه ببری میده خوب. الان چیزا بدک چادرم چیزی چادر بغرک. تو یک کار کن. همون تا قبرستون هم برو سکوشی به قبرستون همیته بیبی به خروارانیه. این تا رخته کد کردیه برو. اونجا میگیرفته؟ نمون جگاه راسته از این جگاه کجای قبرستونی؟ آریان 4 قدم بالاتر. اگه میشه خواهم آمدک بگو گلک من گلک اسم من نواسی شما نم بگو. من نواسی شما نم خوب لالا. برو لالا برو. باقی عقل کمال کنو خودی بده. تفلک. وای. برو این سیزه عقل کمال نداره تو به خدایا. بینای گم شد. خدا میدن حال این به کدو سنا برفته بیبی. یادم میدم من این بیعقل نداره. سلام علیکم زنده باشیم. زنده باشیم. برای من بیبی من چادر کرم نام به سری میدم. پیران سرخ رکبی کوشان چیکی به دنبال سکیل ببیده گفتم برو به خودی چی بابا خب بالاخره برار جو گپ بخور بگو که چی گپه. به دنبال سکیل ما بیدن من بیامدم به درس ماما خواهم که تا شدم دیدم که نیه. من گفتم اگه به سرا شما آمدم بگیم بیای که دلمه بترگی میگم تو به هوش خواستی؟ اشته یعنی تو اعصاب تو کار میکنه که با کجا هستی چه کار میکنی؟ گاهی وقتی شواقتی میکنم احساب من گاهی وقتی شواقتی میکنم منطقه بر روز که هستم میفهمم خیلی بشیاریم. برو کاکا جو بلد کار خب برو مسخره میکنی مال برو. چرا؟ بیبی من تو ندیدی. من به خونه خوب بیبی تو چه خبر دارم؟ تو از کجا بیامدی به کجا میرفتی؟ من سرا خوب. خب اینجا چی می؟ اینجا همیتم بدون اما همه سکوتو لالا اما کمیتم هم سکل نمیرفتم یک بار برفتم به درس ماما خود دیدم که بیبی من نیه. من همیتم بیامدم با پس بزنم به خوش آمد. پسی نکو. بله از آدم بری گپسی. سعی کنی شما عمولا خوب پرسه میگه بیبی از اینا بیبی مدریه. من به سلام بگه نیه غیر از خود من. بفهمیدی؟ هیچ کی به سلام مانیه. نیه توی شهر میشه مادرم به خونه خاله منم مگه برو من مردا قبرستون بپرسم بگم بیبی از اینا آمده به منجی. خب برو تو به چگاه که بدن یک به چگاه یک چیز دیگه تو اشتا آدمه که تو می بیبی خورسه‌ای و سالم از سرا خونه آوردی. بابا او خور بگرفته دیش بافتاده دیگه. یک کار کو. تو برو خلوون شو. چی؟ خلوون. خلوون؟ یعنی چی؟ یعنی تو پیلوت شو.
پلت با چیه؟ تیلو تیاره که بهانه میکنه این تمام مطمئن و معظم سر کله تو که سیر کردم بفهمیدم که یک دونه مسافر سالم تا تیاره نمیمونه انو حرکت نکردم همه میفتم راست بگی شاید بفتم خب با همون بچگه که چلچلگه که بودن گفتن برو به زیارت هم قبلستونی هم برفتون گناه بود او اتانه و تو گفته تو میفهمی تو صاحب که برای من تو ما چی مدل تو تکلیف اعصاب داری تکلیف اعصاب هم از خود مدل داره منتها مدل تو من نفهمیدم چی مدله مدل من مغز سر مورچه خوردم من هر روز صبح به صبح نه میفهمم ازم رقم تو معلومه رختا دورنگ برای جو سکونی اگه میشه گاه اتفاقا اصولا اتفاقا اگه میشه گاه ما مدریه بیبی مدریه پیری نیه با چبلت و مرده ها مگره باشه اتفاقا اصولا سرکلی دوران گرفت و سکو بیبی مثلا فقط میگه اینجا چیشته هم که بیبی عذیبی ها که لالا جان سلام علیکم و علیکم سلام خدا من بیامرزه برار جو بیبی من ندیدی؟ نه کدوم که بیبی تو بله کدوم که بیبی تو کی کدومه که؟ از این قبرا نه قبر نیه کجای خو بیبی من به دنب سکیل بیدک من می آوردم از سرا خو به سرا ماما خو انا بفتادن چون بفتادن اما بیامدن در اکسرای گفت تک برو به قبرستون رفته انا ما گفتم سکنی شما میگه شیشتیم نیه او مثلا بیبی تو پشت سر تو رو موتور افتاده ها و تو گفتم برو به قبرستونه گفتم برو به قبرستون من گفتم سکنی شما میگه برار موتور دستگاه کرده هر که میگه اپ زده تو وقتی دیده تو ساده بیبی تو اشته پشت سر تو هم همه تو بفتاد نمیفهمم کجا افتاد حالا ببین بیبی تو بفتاد تو نفهمیدی به کجا افتاده ماشاءالله حالا شما به می قبرستون از کی من 20 دقیقه 15 دقیقه میشه خب بیبی من نماد اگه ترختا بخملی دارم اینجا چادر سیاسران میایم میرم اینجا بیبی تو که نماده که اینجا بیای برو همون جایی که بفتاده برو بگرد برارم به سر قبرستونی هم اینجا گفت اون مرتکب تو اتانه هم گفته به قبرستون فکر کرده که تو به عذاب میکنی گفته بیبی تو به قبرستون برارم لالا جان اگه میشه که آمدم بگین که نواسی مدریه برار جی اینجا نمیای بیبی تو خور الاف نکو برو به جایی که بفتاده براده بگرد بده بیبی اینجا میه سر صدا نکو بیبی ببین قبرستون آمده یا آمده جا برو لالا جی این جگاه نیه هیچ کس برو اینجا هرچی هست خدا بیامرزه مرده های امواته بیبی اسم تو چیه برو بله اسم تو چیه گیلک ولد نواسی بیبیمه بیبی تو با کجا افتاد دقیقا اون جای بمون ملا خب بمون محلا و مسلمون هر جا بوده بفتاده یا یک خیرمندی رو وردش شاید نرم شده باشه تو این جگاه به سر قبرستونی که دور اجون رو نمورده گوز بزیر کرده باشه و اون جایی که بفتاده برو برادی بگرد بیبی اشته کاری شدی ما چی خواه که بس حرف کنم با تمام معلا ما بگه شما پیدا نکردم بیبی خدا میدونه کجا بالا باشه این مدرمه خب به سر از ایش از دیوانه
الو اشتري ماما خوبی بخیری میگم بیبی طور نبود آخه گله خود تنها میومده بدن سر آمده میگه بیبی نیه باشم کجا افتاده بیبی اما برای تو نگفتم ماما که برده بیبی خورده بیا همه امتحاناتو خیرم 10 دقیقه دیرتر میرفتی حالا ما شکار کنم من چی خاک بس عرخ کنم و دن سرا کی برم درس دارم من و تا کلور سرک برم سعی کنم با کجا برم من خداحافظ خدا چیکار کنم من چی خاک بس عرخ کنم من جواب پیار پر چی بدم آره با دست از دیوانی رای کردن که به توی بور و سرا بور خود از ریان دست را تق 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 بیبینیه من چه کار کنم آره کجا برم